بسم الله الرحمن الرحیم. همین خطی که در بالای الف جایگیر است در زبان عربی فتحه میگویند. در زبان فارسی باشد زبر. همین خط فتحه یا اینکه زبر در بالای کدام حرفی که اومد تلفظ کرده می شود. الف زبر با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، ح زبر ح، خ زبر خ، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را. وقتی همین زبر در بالای را آمد، حرف را غفص تلفظ کرده می شود. را زبر را، ز زبر ز، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ه زبر ها، لام الف زبر لا، لام الف. یعنی در اینجا لام و الف آمده است که این را مد میگویند، یعنی دراز کشیده خوانده می شود. لام الف زبر لا، همزه زبر یا زبر یا،